5 فکت درباره خوش‌تیپ‌تر شدن که هیچ کس بهتون نگفته. اولیش قانون فیت فرست. مهم نیست که لباستون چقدر گرون یا با کیفیت باشه اگر که به درستی روی تنتون نشینه. لباسی که کاملا اندازه شماست، یعنی نه خیلی گشاده و نه خیلی جذبه، همیشه شما رو خوش‌تیپ‌تر نشون میده. دومی، اگر که تصمیم گرفتی امروز مثلا یه استایل ساده داشته باشی، یه مانتوی ساده با شلوار، تیشرت و شلوار، در کنارش یه عینک خاص، یه ساعت لوکس یا حتی یه گردنبند مینیمال و یه کمربند ساده داشته باش. اهمیت اکسسوری و دست کم نگیر، چون اکسسوری واقعا استایلتو لاکچری تر میکنه. سومی، لایه‌ای لباس پوشیدن. اضافه کردن لایه به استایلت قدرت میده. مثلا وقتی اومدی یه کت کوتاه پوشیدی با شلوار واید لگ، روش یه دونه مانتوی بلند بپوش، یا به جایی که دکمه‌های پیراهنتو ببندی، یه دونه تیشرت بپوش و دکمه‌های پیراهنتو باز بذار. این اضافه کردن لایه واقعا استایلتو شیک‌تر میکنه. امتحان کن. یه کفش کلاسیک تمیز برای استایل روزمره داشته باش. یعنی به جای اینکه همیشه توی استفاده روزمره از کتونی استفاده کنی، یه لوفر راحت بخر یا یه اسنیکر سفید و ساده راحت بخر که استایل های روزمرت هم شیک‌تر بشه. به تمیز بودن کفشات هم خیلی دقت کن، چون تحقیقات نشون داده که تمیز بودن کفش توی استایل شما خیلی موثره. پنجمی، عطر. یه عطر خوب کاری میکنه که آدما شما رو به عنوان یه آدم خوشتیپ و جذاب به یاد بیارن. در واقع عطر یه امضای نامرئی برای استایلته. البته موارد زیادی است که خیلی بهش توجه نمیشه، اما تو رو آدم خوشتیپ تری میکنه. اگر میخوای همش رو بدونی، پس منو فالو کن.